صبر و حوصله مردم خود میکنیم. چقدر وقت صبر و حوصله کنید؟ سلام و درود نصار یکی شما خوبان، امیدوار هستیم که خوب صحتمند و سرحال باشید. از هر گوشه دنیا که ما رو بینید هستید لباس عافیت وطن داشته باشید. ما عمران قیمی هستم و شما رو خوش آمدید میگم به یکی از گزارش‌های شهری دیگر و یکی از بازسازی‌های شهری دیگر. ما امروز آمدیم به سرک کارتی پروان لچارایی برکی. ما فعلا در بین دو چارایی قرار داریم. خیلی از مردم و خیلی از وطندارای ما میگه که اینجا یک پل هوایی زده میشه. اگر این کار شود خب خیلی از ازدحام کاهش پیدا میکنه، چون یکی از بیروپارترین چهارراهی‌های شهر کابل به نظر خودم که چهارراه برکی و چهارراه ترافیک است. ما امروز آمدیم اینجا ببینیم همراه انجینر صاحبای محترم صحبت‌های داشته باشیم تا این مسئله پل هوایی را خودشان تایید کنه و ببینیم چقدر بودجه از بالای از این پروژه مصرف شده و در حدود چقدر وقت به بهره‌برداری سپرده میشه، چون کار بازسازی هم یک چیز ازدحام زیادتر میکنه. کمیال هم از سرک‌های فری و مرور میکنن محترم. خب با ما باشین تا آخر برنامه را. ما میریم داخل پروژه همراه انجینر صاحبای محترم صحبت‌های می داشته باشیم. کدام کار اینجا پیش میبره؟ اینجا ما میچار رو میکنیم. ایچا مربوط از این پروژه میشه؟ مربوط این پروژه شرکت والاست دیگه. می پایای سپل است، از پل است. همین پای پل است؟ بله. ایرا خو انشالله مقاوم میکنین؟ پای اساسیش دیگه نمی است؟ پای اساسیش همیست دیگه. ایرا که کندیم باز دو طرف میریم. چند پل است چند پای است در عموم؟ یک 600-6.5 دانه است. 6.5 دانه پای؟ یعنی تو چاست. چند متر است پایین؟ 18 متر و 15 متر. 18 متر و 15 متر؟ بله. ایده چقدر وقت بر پایش کنده میشه؟ والا از ما امروز خب ماشین خراب شد 2 روز میشه نمی. خواه اینمی که جور باشه دم 4 روز 5 روز میکنه میشه. چند دانه شه؟ یک دانه شه. یک دانه شه 4-5 روز. 6 دانه شه چقدر وقت کنده شه؟ والا امی یک 3 ماه 4 ماه وقت در بر میگیره. خدا 3-4 ماه که کل پایش که تکمیل شه خوب است. میشه بخیر. میشه پرسنل زیاد میکنیم دیگه نفر میایه. یک 40 پای چرخ دیگه میایه. خب دوستای عزیز ما فعلا پیش پروژکت منیجر از این پروژه قرار داریم. شما خوب هستید انجینر صاحب؟ شکر سلامت باشید. خوب هستید شما؟ قراری است ان شاء الله. سلام و احترامات خدا و تمام بیننده‌های شما تقدیم میکنم. علیکم السلام و جز نام بگولیکی وتم. در ابتدا اگر شما خودتون یک معرفی کوتاه داشته باشید. اسمم فضل الرحمن صافی است، انجینر صحوی پروژه پل برکی. انجینر صاحب از پیش ما بسیار خوش شدیم. یک معلومات کلی از این پروژه که بر ما بتین که خیلی از مردم میگن که پل هوایی زده میشه. ما خاطر از ما آمده امروز از کدام سطح تا کدام سطح پل زده میشه، در چقدر وقتی پل خود به اتمام رسید، درباره این چیزا یک معلومات کوتاه بر ما بدید. درست است برادر عزیز. این پل یک زیرگذر است، اندرپاس یا یک اورپاس است که طول اندرپاس از با 470 متر طول داره که از طرف کارتی پروان به طرف چهارراه ترافیک است و اورپاس از دهن باغ به طرف پروان 2-3 که به طول 700 متر است پل هوایی و زیرگذرش که پلش سرکش تمام شد و پلش جور شد بخیر. باز یک سرکل داره، یک چهارراهی، باز بالای از او یک پل هوایی دیگه است که پیشتر براتون گفتم که به طول 700 متر. 700 متر؟ 700 متر. دو پل هوایی زده میشین؟ یک زیرگذر است، باز یک سرکل داره، یک چهارراهی، باز بالای از او یک پل هوایی به طول 700 متر. خب مکمل می بیروبار از این منطقه فقط مترو از کارته پروان چهارراه برکی چهارراه ترافیک از اینجا میشه به تمام میرسونه. با تمام حال فعلا که این ساحه را مسدود کردیم. جریان ترافیک در دو سلول لاینش است که
جریان ترافیک در زو رفت و آمد داره. یا کمک ازدحام هم زیادتر میکنه؟ زیادتر شده خب صبر و حوصله مردم خود میخواد. چقدر وقت صبر و حوصله کنه؟ 2 سال قراردادش است انشالله که تا به مدت 2 سال ختم میشه و به بهره برداری سپرده میشه و به خدمت همشهری عزیز ما تقدیم میکنیم. ناگفته نمونه انجینر صاحب که چقدر بودجه بالا از این پروژه مصرف شده؟ 1.5 میلیارد افغانی مصرف شده. 1.5 میلیارد افغانی. خب جریان 2 سال گفتین 2 سال هم خیلی وقت است نظر به بیروبار است که بسیار یک چرای مهم است و فعلا مترا از 2 سرک سلورا گفته خودتان از اینجا عبور میکنه سرکای فرعی. اینجا باز در زمستان یا هم بارنا و چیزا کارش مختل نمیشه؟ نه انشالله ما 2 شفت کار بخیر شروع میکنیم. حالا کارهای مقدماتی شروع شده دیگه. 2 شفت کار میکنیم از طرف شب و از طرف روز. چقدر سهولت بر مردم ایجاد میکنه؟ انشالله بخیر که این پل به پای اکمال برسه ترافیک بسیار کم میشه در تمام شهر کابل انشالله. بسیار زیاد خوش شدیم از پیش شما انجینر صاحب. وقت شما رو نمیگیریم. کدام پیام یا گفتنی آخرش خودتان اگر بر بیننده ما دارین کمره ما خدمتتون است. خیر و سلامت باشی برادر عزیز. به یک مدت که 2 سال است تا تکمیل میشه پروژه حتما ازدحام ترافیک زیاده. دیگه صبر و حوصله همشهریای خود میخوایم که حوصله داشته باشن. بدون حوصله مندی خیلی کار نمیشه. تشکر شما انجینر. سلامت باشی برادر عزیز. تشکر شما همچنان. بخیر باشید. خب دوستای عزیز صحبت های انجینر صاحب از پروژه را شنیدین که حدود 1.5 میلیارد افغانی بالای از پروژه مصرف شده. در حدود 2 سال این پروژه به بهره برداری سپرده میشه